سلام. اتوبوس مجانی بچه شاه که با تبلیغات سنگین رسانه‌های معلوم الحال ارتجاعی و استعماری می‌خواستند برای امتیاز گرفتن از رژیم و بستن راه قیام به عنوان اپوزیسیون غالبش کنند، تقریباً یک ماه بعد از اعلام منشورش به آخر خط رسید و رانندش پیاده شد. در روز 21 فروردین بچه شاه توییت زد: چون سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به گروه منشور اجماع به دست نیومد، یعنی چون این یک سری شاهپرست رو پیشنهاد داده بود که بیان توی بازی ولی معاملهشون نشده بود، من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکردم و من به حمایت و همکاری با سایر گروه‌ها ادامه خواهم داد. بله، بچه شاه اینو نوشت و بعدش هم خودش رفت مسافرت و دیگه یادش رفت که یه زمانی با یه سری آدمای دیگه نشسته بود و یه بحثایی کرده بودن و یه اتوبوس مجانی بود و اینا. حالا برای تجربه اندوزی و عبرت آموزی و مخصوصاً برای درک و فهم بازی‌های بچه شاه و سرویس‌ها و بوق‌های مربوطه که هر کدوم منافع و خط کار یک دولت و یک طرف اجنبی رو بازتاب می‌کنند، بهتر صحبت یک سری از مطلعین در همون جبهه شاه و سلطنت رو بشنویم. این حرکت که از طرف شاهزاده رضا پهلوی در این برهه به نظر من حرکتی بود برای اینکه یک کار متفاوت ولی مستقل خواسته خودشون، حضور خودشون رو انجام بدن. ببخشید همینجا اگر لطف بفرمایید فقط یه لحظه، پس به نظر شما این حرکت نشان دهنده اون پایان گروه همبستگی مهسا است یا نه؟ من فکر کنم قبل از این حرکت هم گروه مهسا پایان یافته بود دیگه. اغلب کسانی که دارن نظاره میکنن به این قضیه میدونن که دیگه اون وجود در واقع به یه نوعی وجود نداره و هر کدام دارن مستقلاً راه خودشون رو میرن بدون اینکه هیچ اعلام رسمی نشده، در صورتی که تشکیلش با اعلام رسمی بود. نه، تشکیلش هم با اعلام رسمی نبود. اگه یادتون باشه با یه تبریکی بود که روز اول سال میلادی همه یه توییت با هم زد. پس الان یک نگاهی به عقب بندازیم و این پروژه رو جمع‌بندی کنیم. اول ببینیم که رزومه این ائتلاف 5-6 نفره چی بود. اینکه هر روز توی این رسانه‌ها تو بوق می‌کردن که تا لحظاتی دیگر گروه جورجتاون میآیند. الان نشستن توی کتابخونه، الان پشت درن. وای من اون یکی الان با هم یهویی. وای الان دارن با هم یک جمله می‌نویسن. وای چه اتفاق قشنگی، چه روز خوبی، چقدر خورشید قشنگه امروز. تیتر می‌زدن، گزارش لحظه به لحظه از یک اتفاق تاریخی تو اپوزیسیون که چی؟ این 5 تا صندلی کنار هم قرار گرفتن. مفسر پشت مفسر که این اتفاق خیلی مهمه، خیلی خوبه، خیلی جدیده. که حالا من نمیدونم اون مفسرها الان کجا هستن. حالا حرف سیاسیشون چی بود؟ هر جا رفتن میگفتن که مجاهدین نماینده مردم ایران نیستن، که یعنی ما نماینده مردم هستیم، بیاید سراغ ما. ببین، اگر کسی میخواد که بقیه رو حذف کنه که بیان سراغش، اول باید خودش برنامه‌ای داشته باشه. بعد ائتلافتون نه 40 سال، نه 5-6 سال، نه حتی 1 سال، ولی مثلا یه 5-6 ماهی حداقل کنار هم دووم بیارید، کنار هم بمونید که یه کسی برای طرف تاپ شدن وجود داشته باشه. اما فیل آلترناتیو سازی و رهبرتراشی که با هیاهوی رسانه‌ای قرار بود هوا بشه، بادکنک از آب در اومد. بله، من امیدوار بودم که راجع به این منشور صحبت نکنیم، چون پیش بینی من اینه که تا شنبه آینده فراموش میشه. خب یه عده‌ای که نوشتنش میدون اشخاص واردی نیستن، یعنی اطلاعاتشون راجع به تاریخ ایران خیلی کمه. بنابراین پیشنهاد من این است اونایی که ادعای رهبری دارن اول یک دوره آموزشی برای خودشون بذارن، یک متنی منتشر بشود تحت عنوان منشوری از سوی رهبران مثلا اپوزیسیون، اگر اینجوری حتی یک بار از واژه ملت استفاده نشه. یعنی این باور کنید به روح پدرم الان که دارم این حرفا رو میزنم، اولا من نمیخواستم امروز برنامه اجرا کنم، یعنی نه تنها نمیخواستم برنامه اجرا کنم، واقعا میخواستم بیام جلو دوربین بشینم بگم خانم آقایون من دیگه تموم. همش تأکید بر رأی اکثریت باشه، اما شما نشانی رو که اکثریت لااقل تو خارج از کشور که نمایندگیشو میکنید، شما که نمایندگی ایرانو که ندارین، که
نمایندگی خارج از کشور رو دارید، اونم نمایندگی مردم رو که اکثرتون ندارید. حالا ببینیم از نظر شاه پرستای قدیمی ماشین بچه پهلوی عیب کارش کجا بوده؟ همین بازی که همین شالاتان ها و در کنار شما انجام دادن، این مردم رو از تو خیابون ها برد پشت پنجره های خونشون و حکومتم با خیال راحت سمم ریخت تو مدارسشون، تو خیابوناشون هم ریخت، تو مترو رفع خون بگیر ساکت بشید. نقش فراجناهی شاهزاده بزرگترین خنجر رو به این انقلاب زد. بیایید علنا شاهزاده بگیم ما میخوایم با جناحی در درون حکومت اسلامی بیعت کنیم و کردیم، حالا داریم یواش یواش صداشو در میاریم. آقا بیا بگو کجایی؟ میگه گفتم که من دنبال جمهوریم. خب آقا دنبال جمهوری هستی که تو از پس یه سری آدمایی که شما انگوش کوچیکشون هم از نظر سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی نمیشی، میخوای چجوری بشی؟ به اسم پهلوی بری بشی؟ ایران جاوید شاه. بالاخره ما نفهمیدیم یارو خودش گفته جمهوری خواهه ولی اینا داد میزنن جاوید شاه. اینا حرف اون رو نمیفهمن، اون حرف اینا رو نمیفهمه. پس چرا با جاوید شاه گفتن قند تو دل یارو آب میشه؟ نکنه که خواستش اینه اون فیلمشه. خلاصه یه چیزی اینجا نمیخونه. بگذاریم بریم سراغ ادامه صحبت ها. آقا ایشون رو دیگه اونایی که همیشه شاهزاده اعلی حضرت این حرفا میکنن بیاد امروز بعد از 44 سال اعلام بکنه که مردم من از شما میخواهم که مثلا پس فردا مثلا اله بکنید، پنجره‌های خونتون رو باز کنید، چراغای طرف چپ ماشینتون رو روشن کنید. به خاک ایران سوگند اگه 100 نفر این کارو بکنند، برای که اونا میفهمن چه خبره. اونها اصلا بریدن از این مسائل. من با روزی 100 150 200 تا بچه‌ها تو ایران دارم صحبت میکنم، اصلا میخندن. و حالا بریم سراغ گلایه هایی که علنی شده. استاد امیرطاهری، یکی از سوالاتی که بسیار مطرح میشد این که چرا مشروطه خواهان و پادشاهی خواهان پای این میز مذاکره یا در این هیئت 8 نفره در جورج تاون و حتی برای نوشتن این منشور حضور نداشتن. این به نوع خواسته بسیاری از مشروطه خواهان و پادشاهی خواهان بود که در این روم ها عنوان میکردن و ناراحت بودن و گلایه من بودن. برای که در هیچ کدوم تا اونجا که من میدونم دعوت نشده بودن. میدونی این برنامه رو آقای سجادپور درست کرد در جورج تاون با کمک مالی یکی از ثروتمندان ایرانی که پدرش هم یکی از صاحبان صنایع بزرگ بود در ایران. بعد یه فهرستی خودشون درست کردن. حالا من واقعا شاید با سجادپور صحبت کنم ولی باش صحبت نکردم. یه فهرستی درست کردن و از هیچ کدوم از مشروطه خواهان دعوت نکردن. شاید به فکر این که خب اگه رضا شاه دوم یا ولیعهد حضور داره بقیه دیگه لازم نیست باشن. ولی ظن و گمانم این است که برگزار کننده ها میخواستن یک جنسی رو عرضه بکنن که در افکار عمومی غرب قابل قبول باشه و که این در کشورهای دیگه هم کردن. یعنی ایران فقط اولینش نیست، یعنی این یه الگویی است برای اثرگذاری روی کشورهایی که باشون به اصطلاح دعوا دارید و شخصیتایی که 100% سیاسی نیستن همیشه تو این برنامه بهترن، برای اینکه یه فرمی هست یا یه قالبی هست که بعد محتواش رو شما میتونید پر بکنید. یعنی اون از اول با محتوای پر شده نیامده ولی در ضمن برای عرضه خوبه، تو تلویزیون خوب به نظر میاد، برای مصاحبه با عکس گرفتن با مقامات اینور اونور خوب به نظر میاد. بعد از این حملاتی که به بچه شاه شد طرف اومد ابروشو درست کنه، زد چشمش هم کور کرد. هیچی، بچه شاه توییت زد که من نقدهاتون رو شنیدم، رفتم یه سری اسمای جدید پیشنهاد کردم به گروه تا ائتلافمون خیلی قشنگ بشه، اما همین حرکت به جای دوای درد شد درد بیدرمون و روی آتیش اختلافاتشون بنزین ریخت. چرا؟ چون امروز این توییت رو بچه شاه کرد، فرداش
یکی از اطرافیانش درز داد که بله خواستن فلانی رو بیارن، ولی گویا دیگر اعضا با حضور او موافق نبودند. در ادامش هم موارد بعدی رو شنیدیم. یکی این که در فضای مجازی اخباری درباره پذیرا نبودن طراحان منشور از چهره‌های تازه معرفی شده شنیدیم و به گوشمون خورد که گویا شاهزاده رضا پهلوی نام چند چهره سرشناس رو معرفی کردن به طراحان منشور که به جمعشون افزوده بشن، اما گویا اینها پذیرا نبودند. یکی از این چهره‌های معروف خود شما بودید که گویا رد صلاحیت کردن آقای طاهری با کمال پوزش. خودتون آگاهی دارید از این قضیه یا خودتون تو فضای مجازی شنیدید؟ و میخوام ببینم واکنش شما چیه به این داستان و به این. بله، من الان آگاهی دارم چون یکی دو ساعت پیش که رسیدم به من و تو، یکی از همکاران شما به خبر داد، ولی قبلا اطلاعی نداشتم که اصلا نامزد شدم برای این کار یا سلب صلاحیت شدم و اصلا نمیدونم اصلا موضوع چی است. و شاهزاده چند وقت پیش خبرش توی فضای مجازی منتشر شد که چند تا نام دادن به این طراحان منشور، اما خب نکته جالبش اینجاست که اون طراحان منشور تا الان هیچ واکنشی به این رد صلاحیت که بشه اسمش رو گذاشت، شورای نگهبان دارن اینام، نشون ندادن. و این باز دوباره ما رو یاد مسئولین جمهوری اسلامی میندازه که شما در رابطه با هیچ تصمیم گیری و هیچ اتفاقی که میفته پاسخگو نیستید و شفاف سازی نمی‌کنید. حالا ما که در جریان به معنی نیستیم، نمیدونیم حالا اونجا چه اتفاقی افتاده. خب اگر همچنین اسامی که حالا پیشنهاد شده چجوری بوده، حتما یک حجتی یا علتی دلیلی پشتش بوده که این اسامی داده شده، باید مشخص بشه. این انچون خیلی کار خطرناکی. بله. اولا که این پیشنهاد به واسطه شاهزاده داده شده. خب این اولین توهین بسیار بزرگی به خود ایشون است. بله. یعنی ایشون نمیدونه که چه کسی باید باشد یا چه کسی نباید باشد. کار به اونجا رسید که رئیس شبکه هم وارد شد و گفت از اول همه چیز خشتش کج بود و کاش از اول ما وارد این سیرک سیاسی نمی شدیم. ای کاش از اول وارد این سیرک سیاسی نمی شدن، چون همه چیزش از اول نادرست بود. عده‌ای تقریبا ناشناخته که میخواستن از دیگران به نحو اهداف خودشون سوء استفاده کنن. سیرک زودتر از اون چه انتظار میرفت به بنبست رسید و چیزی به تعطیلیش نمونده. و چند روز بعد هم اسماعیلیون دلیل بیرون کشیدن خودش رو اینطور ارائه داد. و بعد خب مسائل دیگری هم پیش اومد که در واقع بحث‌های داخلی جمع به خارج انتقال پیدا کرد که این هم به نظر من ضربه دیگری بود. مثالش چیه؟ مشخصاً چه اتفاقی افتاده؟ به طور مشخص تو توییتی که آقای پهلوی در 2 هفته گذشته زدند، بیرون بردن بحث‌های داخلی از جمع بود، در حالی که ما داشتیم هنوز در موردش صحبت می‌کردیم. همونطور که گفتم دیگه فکر کنم ضربات آخر این بود که در واقع بحث‌های داخلی به بیرون گفته شد و به نظر من این کار اصلا دموکراتیک و درست نبود. و بعد هم از جوانب دیگه حرفها و سوالات دیگه‌ای روی میز گذاشته شد. باید واقعیت رو جلوی چشم شاهزاده بگیرید که شاهزاده اشتباه کردی. شما نباید میشستی با یک جماعت اصلاح طلب و نایاکی و سپاهی. یعنی شاهزاده شما ندیدی در اون مرکز هیلاری شناسی دانشگاه جورج تاون که نشسته بودی، ندیدی جلوت توی سالن همه نایاکن؟ یعنی شاهزاده شما نمیدونی که جیسون رضاییان بورد ممبر نایاکه؟ یعنی شما نمیدونی که مکس امینی یکی از پایه های دلغک نایاکه؟ یعنی شما نمیدونی که کریم سجادپور، کریم نایاکی معروف، یعنی شاهزاده شما اینا رو نمیشناسی؟ شاهزاده توپو میزنه بیرون تو اوت، با کسایی میره میشینه که هیچ کدومشون هیچ وقت برانداز نبودن. کدوم یکی از اون کسایی که توی جورج تاون نشسته بودن برانداز بودن؟ شما سابقه براندازی این آدما رو به ما نشون بدین ببینم. همشون مالکشان اصلاح طلب یا نایاکی. و شاهزاده اگر این چیزها رو ندیده، در بینش سیاسیش بسیار مشکل وجود داره. بله، اتوبوس مرجانی توی یک عقب جلو توی پارکینگ پنچر کرد و جوش آورد و مسافرینش هم پیاده شدند. راستی علت چی بود؟ شکستش از جانب جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه ایرانه
که نگفته به چنین تلاش‌های مضحکی برای به اصطلاح ائتلافات نمایشی و پوشالی که غرب و دول غربی سعی میکنن رهبر تراشی کنن برای تحولات سیاسی در ایران و سعی کنن این رهبران رو حقنه بکنن. این درایت و قدرت بینش و عمق به اصطلاح آزادی خواهی و برابری طلبی در جامعه ایران هست که دست رد به چنین تلاش‌هایی زده. کسایی که میگن نه روسری نه توسری، آزادی، برابری، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، زمینه‌های شکست چنین سناریویی رو مطرح کردن. بعضی هم علت اصلی رو در خود بچه شاه که باش هش و نش داشتند میدونند. من همه زندگیمو گذاشتم که با کمک رضا پهلوی ما وارد یک همبستگی و یک ائتلاف ملی بشیم، ولی بعداً وقتی که واقعیت ها مشخص شد خب دیدم عملا خود ایشون عامل افتراق اصلی، یعنی هر کسی سلطنت طلب نباشه یا ارتجاع سرخ یا ارتجاع سیاه بدون استثنا. این پروژه است که آقای رضا پهلوی و طرفدارانش و اون دستگاهی که این امکان تبلیغاتی رو برای این دوره از فعالیت‌های اپوزیسیون ایجاد کرد رو دارن پیش میبرن. یعنی یک نگاه نژاد پرستانه نسبت به سایر جریانات سیاسی که سالیان سال از انقلاب مشروطه تا کنون پدرانشون، جد آبادشون برای آزادی، برای سرفرازی مردم ایران تلاش کردن، زندان رفتن، اعدام شدن، شکنجه شدن، تبعید شدن، آواره شدن، جوانی و زندگیشون رو فدا کردن برای اون مملکت و برای مردمش. امروز توسط آقای رضا پهلوی و طرفدارانشون تبدیل شدن همگی اونها به افراد و گروه‌های منفوری که مردم ایران قبول ندارن. چقدر ما باید تو این اتاق بشنویم که آقا کسی دیگه به جمهوری خواه اعتقاد نداره، اینا منفورن، مجاهدین رو باید نابود کرد، چپ‌ها رو باید نابود کرد، جبهه ملی پیر و پاتال هم باید برن کنار، پیر و پاتال‌ها باید برید کنار. با اینکه تا چند ماه پیش معتقد بودم که این همبستگی ملی بین جمهوری خواها، مشروطه خواها، پادشاهی خواها، چپ‌ها، ملی‌ها، ملی مذهبی‌ها، اصلاح طلب‌ها، همه اینها باید انجام بگیرن. امروز به این نتیجه رسیدم هیچ راهی نیست جز اینکه جمهوری خواهان و چپ‌ها و گروه‌های قومی جبهه خودشونو بسازن، چون سلطنت طلبها بازیچه دست وزارت اطلاعاتن، دستگاه‌های جهنمی هستن که میخوان تفرقه ایجاد بکنن، میخوان دشمنی ایجاد بکنن. شما خواهید دید فردای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران یک شبه رادیکال ترین سازمان‌های سیاسی از دل چپ‌ها و همین مجاهدین در خواهد اومد. اون موقع شما من نمیدونم چی کار میخواید بکنید. خب من با این کارهای شاهزاده 20-25 سال آشنایی دارم. همین مسائل، همین شورای ملی و شورای گذار و شورای تصمیم و نمیدونم وکالت و این حرفا باعث شد که ملتی که با جون و دلش اومد تو خیابون‌ها انقلاب کرد و به پشت پنجره‌های خونه‌هاشون بردن، این ور مردم رو سر کار گذاشتن، میلیون هم پول از این ور و اون ور گرفتند، همه‌شون جیباشون رو پر کردن، از اون بزرگه تا اون کوچولوه همه به فکر جیبشونن. بزرگترین ضربه ای که ما خوردیم، حالا باز بیاین به من فحش بدین، ما از شاهزاده رضا پهلوی خوردیم. میدونید چرا خوردیم؟ برای اینکه شورای ملی رو وقت امروز فقط اتحاد حتی تا 100 سال دیگر بدون خشونت. شورای ملی، آقا تو این شورای ملی حدود 1,600,000-700,000 دلار پول جمع شد تو صندوقش. این پول کجا رفت بعد از اینکه به هم خورد؟ کیا این پول رو خوردن؟ خب شما اینجا داری راحت زندگی میکنی، پولم از گوشه و کنار از عربستان بگیر، از این ور و اون ور داری میاد، شهریار راهی هم که دلالتونه. خب شما دلی برای غمی نداری که بخوای اینجا رو ول کنی بری تو ایران؟ چرا با ملت ایران بازی میکنید شاهزاده؟ تعارف من با شما ندارم شاهزاده. هر جا خواستن یه بامبول را بندازن، یه مقدار وقت اپوزیسیون بگیرن، وقت طرفداران سرنگونی حکومت کثافت اسلامی در کلیت و تمامیتش رو بخوان، شما اونجا بودی چی کار کردی؟ کارنامه شما برای رهایی و آزادی ایران در این 20-25-30 سال گذشته، آقا به یک ورقش رو هموطنان عزیزم، نوروز است به شما تبریک میگویم. هموطنان عزیزم، قلب من هم با شماست. خب این به درد کی میخوره؟ شاهزاده برای ما ها مثل
درب مسجد میمونه، نمیتونیم بکنیمش بندازیمش دور، نمیتونیم عوضش کنیم و این گونه مسائل. ولی خب بعد دیگه این درم جیرجیرش زیاد شده دیگه، باید یه کاری بکنیم، باید با تمامی حضور سن چوبکارا و اینا تماس بگیریم اینو چیکار میتونیم بکنیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.